سلام دوستای عزیز. بدون مقدمه بریم سر اصل مطلب. من بعد از توضیح 0 تا 100 خود بازی این برنامه آتو کلیکر رو هم معرفی میکنم که چطور میتونین ازش استفاده بکنین که دیگه نیاز نباشه که همش روی صفحه با انگشتتون تب بزنین و این به صورت اتوماتیک این کار براتون انجام بده و شناسایی هم نشه. این الان صفحه اولیه این بازیه. استارتو میزنی. این پیام برات میاد. روی این اولی که زده play in one click و ایموجی همستر داره، روی این کلیک میکنی. صبر میکنیم تا لود شه. خب ببین، این الان صفحه اولیه این بازیه. من چون از قبل واردش شدم همین چند لحظه پیش، فقط یه مرحله است که من الان اینجا نشونت نمیدم، ولی چیز خاصی نیست. اون مرحله فقط داره معرفی میکنه بازی رو. تو هم این نکست رو میزنی تا میرسی به این. پس هیچ چیزی نیست که از دست داده باشی. الان این قسمتی که این عکسی که اینجا داری از این همستر میبینی حکم همون سکه رو داره که ما تو تب سواب دیدیم. من همینطوری که میزنم روش میبینی که تعداد سکه ها داره اضافه میشه. خیلی چیزای جنرالش عین همون تب سوابه. این پایین رو که داری میبینی، این همون جریان سکه که ما در واقع داریم از توی این مخزن بر میداریم، از توی این کیسه سکه ها بر میداریم. هر بار که کلیک میکنیم هی کم و کمتر میشه. بعدش هم که خب استاپ میکنیم، خودش دوباره این کیسه شروع میکنه به پر شدن از سکه. این قسمت بالا اینجا به اصطلاح اسمتو میاره، میگه تو CEO این بازی هستی. earn per tap معنیش اینه که هر بار که تپ میکنی مثبت 1، یعنی یه دونه سکه بهت میده. هر چقدر که لولت میره بالاتر این عددش میره بالاتر، میشه مثبت 2، مثبت 10، مثبت 16 و الی آخر. این قسمت دوم میگه coins to level up. یعنی چی؟ یعنی تعداد سکه هایی که تو لازم داری واسه اینکه بری مرحله بعدی. این جریان مرحله بعدیش هم مثل همون تب سوابه. یعنی ببین الان تو مرحله برنزی. این قسمت دست چپت زده برنز. زمانی که روش کلیک بکنی داره نشونت میده این بازی چند تا مرحله داره. گلد، پلاتینوم، دایموند، همینجوری میره بالاتر. پرافیت پر اور که این سومیه، اینو فعلا اصلا فراموشش کن تا من آخرش برات توضیح بدم. حالا میایم این قسمت پایین. اینجا زده بوست همون جریان تب سواپه. یعنی چی کار بکنی که بجز این کلیکی که انجام میدی تعداد سکه هایی که برداشت میکنی بیشتر باشه. روش کلیک میکنیم. خب اینجا میگه free daily boosters، یعنی اینکه هر روز شما یه سری بوسترهای مجانی از من میگیری که سکه های بیشتری بگیری. اولیش فول انرژیه. فول انرژی عین همون جریان تب سواپه. یعنی زمانی که تو سکه های داخل اون کیسه، داخل اون مخزن صفر هم شده باشه، تو زمانی که فول انرژی رو بزنی این پر میشه و تو از نو میتونی بگیری. 6 بار در روز میتونی اینو تکرار بکنی. من الان 1 بارش رو زدم. داره ببین چی بهم میگه 57 minutes left، یعنی 57 دقیقه دیگه باید صبر بکنی تا بتونی دومی رو بگیری. بعد که دومی رو گرفتی دوباره 1 ساعت صبر میکنی که بتونی سومی رو بگیری و الی آخر. توربو فعلا نیومده. یکی از این بوسترهایی که زده کامینگ سون، یعنی باید صبر بکنی حالا هر زمانی این فعال بشه. این قسمت پایین که بوستر زده اینا دیگه مجانی نیست، ازت سکه میگیره. اولی میگه مولتی تپ همون جریان با چند تا دست کلیک کردنه که ما این نرم افزاره رو داریم و اصلا سراغ این نمیریم که بخوایم 2000 تا سکه بهش بدیم. ولی انرژی لیمیت چیه؟ که الان ما اصلا تعداد سکه نداریم که بخوایم اینو بخریم. میگه چی؟ میگه من ازت 2000 تا سکه میگیرم. این مخزن سکه تو
این کیسه سکه های تو که الان مثلا 500 تاست یا 1000 تاست، من 500 تای دیگه بهش اضافه میکنم. الان مخزن ما 1000 تا سکه گنجایش داره. اینو که 2000 تا سکه بهش بدی میشه 1500 تا. ما الان چند تا سکه داریم؟ 229 تا. یعنی نمیتونیم اینو بخریم. اما زمانی که سکه به دست بیاری این چیز خوبیه و من اینو حتما بگیر. 2000 تا سکه بده، مخزنت 500 تا بیشتر میشه، حتی میتونی تا 4000 تا هم بری. البته لولت که بره بالاتر مخزنت هم بزرگتر میشه، ولی این در دراز مدت میارزه چون که ما اتو کلیکر داریم و به راحتی میتونیم این مخزن رو خالی بکنیم. خب حالا میریم قسمت ماین. اینجایی که زده ماین که این ببین این قیافش خیلی عجیب غریب به نظر میاد، هیچ چیز خاصی نداره. این قسمت های بالاییشو که توضیح دادیم، اینم که خودت میدونی چیه. حالا اول ما میایم این پایین زده مارکت PR&T. الان که فکر نمی کنم بشه آنلاکش کرد. خب دوباره برمیگردیم تو ماین. چیز خاصی نیستن اینا، مربوط میشن به همین جریان پرافیت پر اور. این سری کارته که تو با سکه هایی که داری میخری. ببین این 4 تاست دیگه، این 4 تا چیز مختلفه، 4 تا قسمت مختلفه. یه پولی میدی، یعنی همون سکه هاتو میدی، این کارتا رو میخری. زمانی که اینا رو میخری اینجا پرافیت پر اورت میره بالا. ببین مثلا من روی یکیش که الان ما میتونیم کلیک میکنم، این داره چی میگه؟ میگه 300 تا سکه من از تو میگیرم، هر ساعت بهت 40 تا سکه میدم. حالا این جریانش چیه؟ ببین تو برای اینکه اینو بتونی اینو بازی کنی، از همستر در واقع سکه بگیری، باید اینجا کلیک کنی. خب یه حالتی هست که شما اینجا کارت میگیری، این بالا پرافیت پر اورت میره بالا. به این معنی که زمانی که تو آفلاینی اصلا کلیک نمی کنی، توی این بازی نیستی، این خودش به صورت خودکار واسط سکه جمع میکنه. حالا هر چقدر که پرافیت پر اورت بالاتر بره، سکه های بیشتری هم برات جمع میکنه. پرافیت پر اورت رو کجا بخری و کجا زیادترش کنی؟ اینجا، توی این کارت هایی که اینجا میبینی. حالا تو با خودت میگی این 3 تا علامت سوالی که این بالاست چیه؟ این جریانش یه بازیه، یه بازی خیلی ساده است. هر روز این بازی همستر بهت میگه بین تمام این کارت هایی که اینجاست، توی این 4 تا بخش مختلف 3 تا کارت هست که تو اگه این 3 تا رو پیدا بکنی و بخری، هر 3 تاش که درست باشه، مثلا یه پازل 3 تایی تصور کن. این 3 تا اگه اونایی باشه که مد نظر منه و کنار هم به هم وصل بشه، مثال پازل رو آوردم، نه که واقعا پازل باشه، اینا به هم وصل بشه، من بهت 5 میلیون سکه میدم. حالا اینا رو از کجا پیدا میکنی؟ خیلی ساده است. یه شبکه توی توییتر هست که هر روز اولین جاییه که در واقع بهت میگه این 3 تا سکه روز همستر چیا هستن که تو بری اونا رو بگیری و 5 میلیون تو بگیری. همین کار رو میکنن، 5 میلیونشون رو میگیرن. هیچ چیز خیلی مثلا پیچیده و ریاضی و اینا هم نیست. من این کامیونیتی توییتر رو آخرش بهت میگم که کجاست. حالا یه نکته خیلی مهم، پس ما هم راجع به پرافیت صحبت کردیم، هم راجع به این 3 تا کارت روزانه که روزانه 5 میلیون بهت میده بازی همستر. ببین زمانی که راجع به پرافیت صحبت کردیم گفتیم که تو سکه میدی، این کارتا رو میخری، پرافیت ساعتیت میره بالا. پرافیت ساعتیت هر چقدر که بره بالاتر، زمانی که تو آفلاین هستی و اصلا رو چیزی هم کلیک نمی کنی، این خودش به صورت خودکار برات سکه جمع میکنه. اما یه چیز خیلی مهمی که باید یادت باشه اینه که همستر
همینطور که گفتیم خودش هر روز واسه باز کردن این ستا کارت 5 میلیون میده، اما تو واسه باز کردن این ستا کارت هم باید بهش سکه بدی. حالا تو تصور کن که اوایل بازی سکه های میلیونی، سکه زیادی هم نداری، همه سکه هاتو دادی واسه خرید پرافیت. اون موقع واسه باز کردن این ستا کارت دیگه سکه‌ای برات نمیمونه که بتونی این 5 میلیون رو بگیری. پس 5 میلیون روزانه رو تو چی از دست میدی؟ به خاطر همین این اوایل که تو تعداد سکت زیاد نیست، بی خیال این پرافیت پر اور بالا شو. نهایتا یکی دو تا سه تا دونه کارتو بخر کافیه. اونایی که سکه کمتری ازت میخواد و پرافیت بیشتری بهت میده. بعد اینکه تعداد سکه هات رفت بالا، یه مقدار لولت رفت بالا، دیگه مطمئن شدی که در واقع روزانه میتونی این 5 میلیون رو سکه بدی بگیری و سکه برات مونده، اون زمان حالا هر دوتا رو با هم دیگه جلو میریم، تعداد پرافیتت هم مثلا میبریم بالا. پس این نکته خیلی مهم شد بخوام جمع بندی کنم. یعنی چی؟ یعنی اوایل بازی زیاد روی پرافیت تمرکز نکن، مقدار سکت رو ببر بالا که بتونی این 5 میلیون روزانه رو از بازی همستر بگیری. این سه تا کارتی هم که باید پیدا کنی رو بهت میگم توی اون کامیونیتی توییتر هر روز بهت اعلام میکنه. این قسمت سوم راجع به فرندز، همون رفیقاییه که تو دعوت میکنی به این بازی. اینجا داره بهت، ببین اینی که اینجا داری میبینی، اینوایت فرند رو اگه بزنی یا این کناریشو بزنی، این در واقع اون لینک بازیته که کپی میشه. بعد تو میری توی واتساپ، حالا هر جایی که میخوای این لینک رو پیست میکنی. زمانی که اون رفیقت، فامیلت، هر کسی وارد این بازی شد، هم 5000 تا سکه تو دریافت میکنی، هم اون. یعنی وین وینه، هر دوتاتون میبرین اینجا. پس این راجع به جریان ریفر کردنش و کپی کردن لینکت. قسمت بعدی زده ارن. حالا اینجا تو داره بهت میگه چه کارهایی انجام بدی که بتونی سکه های بیشتری بگیری. اولیش میگه دیلی تاسک، یعنی کاری که هر روز باید بیای انجام بدی و واقعا هم هر روز باید بیای. زمانی که روش کلیک میکنی ببینین تا 10 روز رو اینجا داره بهت نشون میده. روز اول، الان روز اولیه که تو وارد این بازی شدی، میگه من روز اول 500 تا سکه بهت میدم، کلیمش کن. خب 500 تا سکه گرفتی ازش. الان اگه دوباره روش بزنی میگه کام بک تومارو، یعنی فردا برگرد که من روز دومت 1000 تا سکه بهت بدم. خب اینو میبندیم. حالا اینجا میگه لیست کارهایی که باید انجام بدی که از من سکه بگیری. میگه زمانی که join our telegram channel، میگه زمانی که وارد کانال تلگرامم بشی 5000 تا بهت میدم. یوتیوب دومی، توییتر سومی، choose your exchange که یعنی داره میگه یه صرافی رو انتخاب بکن. حالا اینو برات توضیح میدم. چهارمی و پنجمی میگه 3 تا از دوستاتو دعوت کن. خب ما الان میریم سراغ اولی، میگه join our telegram channel. ما جوین رو میزنیم. این کانال تلگرامشه. جوین، یه دو تا دونه چیزش هم الکی کلیک کن. حالا برمیگردیم میگه چکش کن. خب اوکی، کلوز. تو 5000 تا اینجا گرفتی. دومی میگه وارد کانال یوتیوب من بشو. حالا اینجا یه نکته مهم داره، خیلی با دقت بهش توجه کن. من الان اینجا اگه جوین رو بزنم و سابسکرایب بکنم کانال یوتیوبشونو 50000 تا سکه میگیرم، درسته؟ الان جوین رو میزنم. خب من از قبل سابسکرایب کرده بودم. اینجا تو زمانی که واردش میشی باید سابسکرایب رو بزنی. حالا ما برمیگردیم توی بازی. خب تو اینجا یه میبینی که این چک آبی نیست، نمیتونی کلیک میکنی روش، هیچ اتفاقی نمیفته. جریان چیه؟
اینجا داره میگه که به خاطر اینکه 50,000 تا خیلی تعداد سکش بالاست، میگه 1 ساعت صبر بکن، برگرد، من این سکه رو بهت میدم. پس اینجوری نیست که چیزی رو از دست داده باشی یا اشتباهی کرده باشی. تو جوین رو زدی، بعد رفتی سابسکرایب کردی، زمانی که برگشتی چون که تعداد سکه هات بالاست 1 ساعت صبر کن، بعد بیا کلیمش کن. همین، به همین سادگی. سومی هم به همین ترتیب. ایکس همون توییتر خودمونه. جوین میشیم. این بیاد بالا، یکم طول میکشه. خب اینجا فالو رو میزنی، فالوینگش میکنی، برمیگردی عقب، چکش میکنی. خب میگه درسته، با توییترمو فالو کردی، 50,000 تا دیگه هم بهت داد. این قسمت میگه choose your exchange، یعنی صرافی تو انتخاب کن. تو choose رو میزنی، بای بیت رو انتخاب میکنی. خب good luck CEO، یعنی الان تو توی بای بیت رو انتخاب کردی و عضو شدی و تموم. دوباره میری توی قسمت ارن، اینجا چک رو میزنی. خب 5,000 تای دیگه هم بهت داد بابت اینکه صرافی تو انتخاب کردی. Invite 3 friends، زمانی میای چکش میکنی که 3 تا از دوستات تو دعوت کرده باشی، هم اونا 5,000 تا گرفته باشن، هم تو 5,000 تا گرفته باشی. اینجا که بیای چکش کنی 25,000 تا بهت میده. این قسمت پنجم راجع به ایردراپش داره صحبت میکنه. میگه این بازی همستر به زودی قراره ایردراپش بیاد، هنوزم نیومده و ما باید منتظر باشیم. پس الان فعلا اینو کلا بیخیال شو. این ارن که میبینی این هنوز یه دونه علامت کوچولوی قرمز داره، به خاطر اینه که میخواد بهت یادآوری بکنه که هم یوتیوب تو بیای چک بکنی بعد 1 ساعت و 50,000 تا تو بگیری، همین اینوایت ریفرنز تو در واقع میخواد بهت یادآوری بکنه که ریفرال تو حتما انجام بدی. چیز دیگه ای هم این بازی نداره. الان این آخرش هم که یعنی تو اگه بخوای کلیکاتو انجام بدی، هم انتهای این بخش ماین اینجا میتونی انجام بدی، همین که اینجا اگه کلیک بکنی این دوباره وارد همین صفحه بازی میشه. یه نکته خیلی مهم راجع به همستر، بیشتر از 2 تا روش کلیک نکن. یکی میبینی 4 تا 5 تا اوکیه دیگه، اونا میخوان بذار اصلا با 10 تا انگشت بزنن روش، اما این بازی خیلی حساس داره و ربات ها رو سریعتر پیدا میکنه. پس 2 تا انگشت واسه کلیک بیشتر درست نکن. بعدش هم که شروع میشه اگه دقت کرده باشی مثبت 1 بود، الان شده مثبت 2. علتش به خاطر اینه که تعداد سکه ها رفت بالا زمانی که این توییتر عضو شدی، تلگرام عضو شدی، اکسچنج رو انتخاب کردی، الان مثبت 2 شده، یعنی هر بار که کلیک میشه 2 تا سکه به دست میاری. و یه چیز خیلی مهم، هر مثلا 500 تا 1000 تا سکه یه استوپی بده به این آتو کلیکر. تصور بکن که دست انسان خسته میشه، یک سره تو یک نقطه نیست و یک سرم کلیک نمیکنه. به خاطر همین یه استوپ بهش بده، جاشو عوض کن، دوباره شروع کن به کلیک کردن. خب ببین واسه این 3 تا کارت، 3 تا کارتی که کنار هم بذاری 5 میلیون سکه بازی همستر بهت میده، این کانال رو حتما توی توییتر فالو کن. همستر دیلی کامبو حدود 9,000 تا خوردی فالوورم داره. این هر روز زودتر از هر جای دیگه این 3 تا کارت رو منتشر میکنه و بعدش تو میری وارد بازی میشی، این 3 تا کارت رو پیدا میکنی، البته یه سکه‌ای هم میدی. وقتی که این 3 تا رو کنار هم گذاشتی 5 میلیون سکه میگیری. از پلی استور، یعنی من رفتم قبلا پلی استور، این اپلیکیشن آتو کلیکر فری اینو دانلود کردم. اینجا 2 تا قسمت انیبل داره، میزنین روی دومی. این چیه؟ این همون
اتوماتیک کلیک میکنه. روی انیبل که بزنی، حالا من قبلا چند تا کانفیگوریشن انجام داده بودم، اینا رو ولش کن، از اول انجام میریم نیو کانفیگوریشن. ببین من چون چند بار از این استفاده کردم، الان داره به من میگه که برو ری انیبلش کن. واسه اینکه این آتو کلیکر ازش استفاده بکنی باید بری تو قسمت اکسسیبیلیتی تلفنت، این قسمت مور، اینجا آتو کلیکر، این باید آن باشه. حالا بعضی اوقات که یه مقدار قراقاتی میکنه، شما میری اینجا یه دور اینو آف میکنی، دوباره آن، این مشکلش حل میشه، دوباره اوکی میشه و میتونی ازش استفاده کنی. حالا این میبینی این گوشه یه دونه از این چیزا اومده، آبی و سبز و زرد و قرمز و از این حرفا. این علامت به علاوه سبز رو که بزنی، ببین این یک دونه مثل یه دونه انگشت، این 2 تا انگشت، حالا جاهاشو تو خودت مشخص میکنی، یا حتی 3 تا. من بیشتر از 3 تا اصلا بیشتر از 3 تا نزن، به خاطر اینکه این برنامه ها میتونن ربات ها رو پیدا کنن و تو چند تا موردم پیدا کردم و طرف سکه هاش صفر شده. به خاطر همین اصلا بیشتر از 3 تا نرو دیگه، ماکسیموم 3 تا. تو همستر که 2 تا، اصلا 3 تا هم نه. خب اینجا همستر منظورم بازی همستر بود که ما هنوز بهش نرسیدیم. این منفی رو که بزنی، تعداد این انگشتا کم میشه. حالا این آبیه، این علامت مثلث آبی رو من که الان روش کلیک نمی کنم، زمانی که بزنم این شروع میکنه به کلیک کردن به صورت اتوماتیک، زمانی هم که دوباره بزنم روش قطع میشه. ما میریم توی یه چیز مهم. وقتی که اینجا 2 تا انگشت انتخاب کردیم، روی یکی از اینا کلیک بکنی، اینجا میتونی مشخص کنی که چند میلی سکند این شروع کنه به کلیک کردن. اول میاد 300، ولی شما اینو بذار روی 70 یا 60، بین 60 تا 70. اگه زیر 40 و 30 و اینا بذاری که اصلا گوشی فریز میشه و دیگه مشخصه که این ضربه یه انگشت انسان نیست، اون بازی هم متوجه میشه قضیه رو. بین 60 تا 70 کافیه. حالا این جهت 4 جهت این پایین هست، اینو که بزنین یه ذره کوچولو میشه، میاد اینجا گوشه صفحه. خب ببینید دوستان، من میخوام این آپدیت رو به انتهای ویدیو اضافه بکنم. امروز یه پیام جدید منتشر کرده خود کانال اصلی همستر کمبات توی تلگرام، که اینجا داره راجع به ایردراپش توضیح میده و میگه این ایردراپ بستگی مستقیم داره به پرافیت پر اور و یه سری پارامترهای دیگه، اما کوین بالانس شما، یعنی میزان سکه شما، اینجا اهمیتی نداره. پس سعی بکنین پرافیت پر اورتون رو بالا ببرین. این رو یادتون باشه که برای گرفتن اون 5 میلیون سکه که بهتون گفتم اون کارتا رو باید بگیرین، به صورت خودکار پرافیت پر اور شما هم خیلی خیلی بالا میره، یعنی همزمان شما هم سکه هاتون افزایش پیدا میکنه، هم پرافیت پر اور. اما با این آپدیت جدیدی که امروز خود بازی منتشر کرده، داره میگه پرافیت پر اور شما تاثیر مستقیم داره روی ایردراپ و نه میزان سکه هاتون.